سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل میکرو الکترونیکس. تو این ویدیو قراره با هم دیگه یه دونه دستگاه الکترولیز آب یا به اصطلاح فارسی برقکاف درست کنیم که میتونه هیدروژن و اکسیژن رو از آب جدا کنه. بریم با هم ببینیم این پروژه چیا داره. همینطور که میبینید من از یه دونه ظرف نمک معدنی استفاده کردم. شما میتونید از ظرف‌های دیگه استفاده کنید، هر ظرفی باشه اوکیه، ولی به نظر من سرش فلز نباشه بهتره، چون این دوتا الکترودمون به هم دیگه اتصالی میکنن. به نظرم پلاستیکی باشه بهتره. دوتا الکترود وصل کردم. از این پیچای متری هستش که با دوتا مهره سر و تهش سفت شدن و عایق شدن که هوا ازش رد نشه، هوا و گاز هیدروژنی که داریم ازش رد نشه، چون که در اون صورت دستگاه اصلا به درستی کار نمیکنه. این شیلنگی که میبینید محل خروج گاز اشتعالزا ماست که ازش هیدروژن و اکسیژن رد میشن که این دوتا با هم دیگه یه انفجار خیلی قوی دارن و این کار رو تو خونه انجام ندید. به نظرم توی فضای باز انجام بدید خیلی بهتره. منم اینو داخل بالکن خونمون به صورت فقط یه آزمایش خیلی کوچولو انجامش میدم، چون که این دستگاه آمپر زیادی میکشه و خب ایمن نیستش. اینجا یه لوله هستش که ازش گازا میره بیرون. قشنگ عایق کاریش کنید. با انواع چسبا میتونید این کار رو انجام بدید. من خودم از چسب 1 2 3 استفاده کردم که به نظرم شما از چسب 2 قلو استفاده کنید بهتر میشه. خب داخل ظرفمون یه خورده نمک باید بریزیم و تا سطح و تا قشنگ روش آب، چون که بهتره تا این بالای بالاش آب بیاد، ولی خب به الکترود به ته الکترودا نرسه. بهتره در اون صورت، چون که اگه بخواین مهره رو باز کنید یه خورده گیر میکنه. به هیچ وجه این مقدار آبی که میریزید به این لوله نرسه، چون که کلا کارکرد دستگاه مختل میشه. داخل این ظرفمون قراره یه محلول بریزیم که تا سرش آب و یه قاشق غذاخوری هم نمک فکر کنم کافی باشه برای ایجاد رسانه بیشتر. بخشی من این خورده زبانم گیر کرده. به خاطر ایجاد رسانه بیشتر و عملکرد بهتر دستگاه. خب همین شکلی که نمیشه این پروژه کار کنه. به یه منبع تغذیه بسیار قوی احتیاج داریم. به نظر مثل من از این منبع تغذیه 24 ولت 10 آمپر استفاده کنید که قدرت خیلی زیادی هم داره. من قدرتش رو روی کف میذارم، حدودا 19 ولت میشه. 19 ولت و 10 آمپر هم میده که به نظرم برای این پروژه کافیه. سیمای خروجی رو به نظرم سعی کنید سیمای کلفتی استفاده کنید و به نظرم سیمی که من گذاشتم یه خورده نازکه و ایمن نیست، فقط برای تست و آزمایش کوتاهش استفاده میکنیم. خب بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم برای مرحله تستش. خب دوباره آزمایش رو شروع میکنیم. ما اومدیم تو بالکن خونه، جایی که به نظر برای انجام این آزمایش بهتره و ظرفو که میبینید یه خورده آبش کدر رنگه، به خاطر اینکه داخل آبش نمک ریختم و این نمک رو هم زدم که آبش کدر شده یه خورده. این هم از الکترود و وسایل من میبندم روی این و مطمئن میشم که این آب به اون قسمت چیزمون نرسه، قسمت لوله. خب اوکیه. حالا نوبت قسمت جذاب ویدیوهای شیمی مونه که این چنل الکترونیکه، چه ربطی داره؟ ترکیبه. لا وصل میکنیم الکترود. خب داخل ظرف آب و مایعمون میذاریم و همینطوری که مشاهدتونه ما اینجا هیدروژن داریم. خفنه نه؟ خودم هم میدونم خفنه. بریم برای آتیش زدنش. یک کبریت برمی‌داریم
دیدین چه آتیشی گرفت. یه بار دیگه هم امتحان کنیم و یه ترکیب خیلی باحال از الکترونیک و شیمی، همه عاشقشن. سیما به شدت داغ شده. دیدین عجب آتیشی گرفت؟ اگه تا الان هم نفهمیدین این ظرف یه ظرف آب و مایع است که ترکیبشون کردم و وقتی این گاز هیدروژن میاد اینجا حبابا جمع میشه و من راحت تر میتونم این آتیش بزنم. خب رسیدیم به آخر ویدیوی ما. اگه از این آزمایش خیلی خفن حال کردین و لذت کافی بردین، لطفاً ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و کامنت هم یادتون نره. در پناه حق.